آیا واقعا موفقیت چیزیه که ما رو راضی میکنه؟ خیلی از ماها این تصور رو داریم که اگه موفق بشیم و به جایگاهی که دنبالشیم برسیم قرار خوشبخت بشیم و باقی زندگیمون راحت باشیم. اما واقعا اینطوریه؟ آیا آدمای موفق و اونایی که به آرزوهاشون رسیدن دست از تلاش برداشتن و دارن از باقی عمرشون لذت میبرن؟ مشخصا نه. حتی همون هم دنبال اهداف و رویاهای جدیدی میرن و برای اون زحمت میکشن. انگار که موفقیت‌های قبلیشون چیزی نبوده که واقعا میخواستن و تصور میکردن و فهمیدن باید چیز دیگه‌ای باشه که هنوز ندارنش و باید به دستش بیارن تا خلأ وجودشون پر شه. نکته اینجاست که حتی اگه به اون هم برسن قرار نیست این خلأ پر شه و باز به پوچی و پیدا کردن یه هدف جدید دیگه منتهی میشه و این چرخه تا آخرین روز مرگ آدم ادامه داره. ما تمام خودمون رو گول میزنیم که اگه فلان چیز رو داشتم یا اگه به فلان مقام میرسیدم یا اینجور ازدواج داشتم یا کنکور قبول میشدم و خیلی چیزای دیگه، قرار بود خوشبخت بشم و از سختی‌ها و رنج‌های زندگی راحت بشم. اما این خلایی که توی وجودمون هست با هیچ کدوم از این دستاوردها پر نمیشه و تا روزی که از این دنیا بریم باقی میمونه. اما خب این دلیل میشه که تلاش نکنیم و زندگی رو رها کنیم. بحث اون جداست و برای وقت دیگه. خیلی وقتا ما باید از چیزی که دنبالمون میکنه بیشتر بترسیم تا از در رسیدن به چیزی که دنبالشیم.